أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 53 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 54 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الرابع والخمسون، یعنی درس 54. درس 54 به مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که باید این کلمه ها حفظ کرده شوند اولا، بعدا خوانده شود. حوار و گفتگوی این درس کلمه های نوی درس 54 عبارت است از اینهایی که صاحب کتاب میگوید ثعلبون. ثعلبون یعنی روباه، ثعلبون روباه. جمعش می شود ثعالبو. ثعالبو یعنی روباه ها، جمع ثعلب. صیغه منتهی الجموع که هست از این حساب تنوین را قبول نمی کند، غیر منصرف است. بعد از این میگوید حاضرتون. حاضرتون یعنی هل یا هلچه میگویم، جایی که مرغها در اونجا نگاه داشته میشوند یا خانه مرغها. پس حاضرتون یعنی هلچه، خانه مرغ. جمعش میشود حضائر یعنی هلچه ها. حضائر همچنین غیر منصرف است به خاطر آنه که صیغه منتهی الجموع هست. بعد از این میگوید ذات مرتین. ذات مرتین یعنی یک بار. ذات مرتین یعنی یک بار. مرتین هم یک بار می شود و ذات مرتین هم یک بار می شود. ترجمه هر دوش یک است، یعنی که مرتین، مرتون میگوین یعنی یک بار. ذات مرتین همچنین یک بار. بعد از این میگوید سعیدون. سعیدون یعنی که نیکبخت، خوشبخت یا خرسند. سعیدون پس این ترجمه هاش است، خوشبخت، نیکبخت، خرسند. جمعش می شود سعداء. سعداء یعنی نیکبخت ها، خوشبخت ها، خرسند ها. پس این سعداء همچنین غیر منصرف است به سبب الف ممدوده مؤنثه براش همراه شده است، از این حساب غیر منصرف شده است. بعد از این میگوید ذیلون. ذیلون یعنی دوم. ذیلون دوم، مثلا دوم روباه، دوم اسب، دوم خر، هر آن چیزی که دوم دارد اون رو میگویند ذیلون یعنی دوم. جمعش میشود اذیالون یعنی دومها. اذیالون یعنی دومها، جمع ذیلون. بعد از این میگوید حیلتون. حیلتون حیله، با توجه که ما و شما همچنین حیله میگوییم، یک حیله کرد، یک طریق فریبی، یک طریق فریب رو استفاده برد، حیله کرد. جمع حیلتون میشود حیلون. حیلون یعنی حیله ها. حیلون حیله ها. بعدش میگوید عمل حیلتن. عمل حیلتن یعنی حیله رو انجام داد، حیله کرد. عمل حیلتن حیله رو انجام داد. عمل به معنای انجام دادن، یک کار را کردن. عمل فعل ماضی است، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو حیلتن مفعول به عمل است. عمل حیلتن یعنی انجام داد و یک مرد حیله را، فریب را.
جمله فعلیه هست، با فعل ماضی شروع شده است. بعد از این میگوید کلامون. کلامون یعنی سخن. کلامون سخن، گپ، کلام. بعدش میگوید من فضلک. من فضلک ترجمه کوتاهش لطفاً. من فضلک یعنی لطفاً. اما ترجمه خود کلمه را اگر ترجمه کنیم من فضلک، پس می شود از روی مهربانیت. من فضلک یعنی که از روی مهربانیت. من از فضل مهربانی و بزرگی، که تو. من فضلک یعنی که از بزرگواری و از مهربانی تو. پس این طور ترجمه می شود. اما من فضلک را وقتی ترجمه میکنیم لطفاً ترجمه میکنیم، لطفاً. بعد از این میگوید مکارون. مکارون یعنی مکار. با تاجیکی هم همچنین ما شما مکار میگیم، بسیار مکار است، بسیار فریبگر هست. بعد از این میگوید عالج. عالج یعنی که طبابت کرد. عالج معنایش طبابت کرد یا معالجه کرد، درمان کرد. فعل ماضی است. یعالجو معالجه میکند، طبابت میکند، درمان میکند. این فعل مضارع است. علاجون طبابت کردن. پس علاجون این مصدر هست. عالج یعالجو از باب قاتل یقاتلو است، یعنی که از 22 باب صرفی باب نهم است. اما ما در باب‌های صرفی خوانده بودیم که میگفتیم قاتل یقاتل مقاتلتن میگفتیم. پس عالج یعالج علاجون میگوید این. پس علاجون هم مصدری، یکی از مصدرهای باب نهم است. زیرا که ما گفته بودیم که باب نهم مصدرهای مشهورش 3 دانه است. قاتل یقاتل یکمش مقاتلتن، دومش قتالن، سیومش قیتالن. 3 تا مصدر بود. پس این علاجون به مثل همون قتالون هست، بر وزن فعالون. پس این هم مصدر است. پس می شود که مصدر مشهورش هم بگیم عالج یعالج معالجتن. معالجتن هم مصدر می شود، علاجن هم مصدر می شود. پس شاید علاجن به حرف یا هم داشته باشد مصدر، علاجن. پس دقت دادید، علاج همچنین مصدر است. پس این از باب نهم از 22 باب صرفی است. از 3 باب ثلاثی مزید است. بعد از این میگوید مرضا. مرضا یعنی که بیمار شد. مرضا بیمار شد. فعل ماضی. این الف دلالت میکند که فعل مضارعش از باب یفعلو است. یفعلو. پس این ری را فتحه میکنید در فعل مضارع. مرضا میگوید یمرضو. مرضا یمرضو. یمرضو یعنی بیمار میشود. یمرضو بیمار میشود. فعل مضارع. و مصدرش میشود مرضون. مرضون یعنی که بیمار شدن. مرضون بیمار شدن. پس مرض یمرضو از بابهای ثلاثی مجرد است. از باب 4 از باب علم یعلمو هست. علم یعلمو. مرض یمرضو از باب 4 می باشد از 22 باب صرفی. پس فعل امرش می شود که امرض. امرض یعنی بیمار بشو. امرض ترجمه اش بیمار بشو. فعل امر است. عالج یعالجو مصدرش فعل امرش می شود عالج یعنی طبابت کن، درمان کن. طبابت کن، درمان کن. بعد از این میگوید بحث عن. بحث عن جستجو کرد. این عن رو ترجمه نمی کنیم. چرا؟ زیرا که عن برای متعدی کردن بحث می آید. این حرف جر برای متعدی کردن بحث می آید. بحث یعنی جستجو کرد. با این عن بحث اصلا فعل لازم است. با این عن این فعل لازمه متعدی میکنیم که حالا در عبارت در پایان که آمد بس توضیحش میدیم. بحث عن پس میگیم جستجو کرد. بحث عن جستجو کرد.
پس این الف دلالت میکند که از باب یفعلو است. پس میگوییم که بحث یبحث، این ح در فعل مضارع هم فتحه می ایستد. بحث یبحث، یبحث یعنی جستجو میکند، یبحث یعنی جستجو میکند. بحث یبحث مصدرش میشود بحثون، جستجو کردن، بحثون جستجو کردن، کافتن. پس بحث یبحث از باب منع یمنعو هست، از سیوم بابی 22 باب صرفی است. این باب گفته بودیم باب سیوم شرط دارد، شرطش این است که عین باب یا لام باب حرف حلق باشد. پس ببینید که با ح عین باب حرف حلق است، پس موافق است با شرط سیوم بابی از 22 باب صرفی. پس از باب منع یمنعو هست، از باب فتح یفتحو. بعد از این میگوید یا که بحث یبحث فعل امرش میشود ابحث، ابحث یعنی جستجو بکن، ابحث یعنی بکو، جستجو بکن. بعد از این میگوید اغلق، اغلق یعنی بست، محکم کرد. اغلق یعنی که بست یا محکم کرد یا پوشید. اغلق الباب مثلا در رو پوشید، در رو محکم کرد، در رو بست. اغلق، اغلق فعل ماضی است، فعل مضارعش می شود یغلقو، یغلقو می بندد، می پوشد، محکم می کند. و مصدرش می شود اغلاقا، اغلاقا یعنی که بستن، محکم کردن یا پوشیدن. پس مصدرش اغلاقا. پس این از بابی اکرم یکرم اکراما هست، از هفتم بابی 22 بابی صرفی است. اغلق یغلق اغلاقا. پس میگیم بر وزنی افعل یفعل افعالا، اکرم یکرم اکراما، از باب هفتم است. فعل امرش میشود اغلق، اغلق یعنی محکم بکن، بپوش. بعد از این میگوید ها، ها ترجمهش با تاجیکی میگیم انا یا میگیم منه، مثلا پیش از یک گپ. ها پس ترجمهش انا یا میشود ترجمهش منه. پس در عباره بهتر میفهمیم. خودم عباره را آورده است، میگه که ها هو البیتو، یعنی انا همان خانه. ببینید ها یعنی انا، هو البیتو همان خانه، وی خانه، انا وی خانه. یا میتونیم منه بگیم من وی خانه، انا وی خانه یا من وی خانه. پس این طور ترجمه می شود ها. ها میتونه بگیم حرف تنبیه هست. هو این ضمیر مبتدا است، البیتو خبر هست. پس این ها حرف تنبیه است. انا من مثلا برای یک آگاه کردن است و بس. این حرف است، این محل اعراب ندارد که این را محل بتیم. بعد از این میگوید من کان یریدو، من کان یریدو شخص بود میخواست. من شخصه، کسی که انسانه. من استفهامیه برای عاقل، یعنی یک شخص بود، کان بود، یریدو میخواست. من کان یریدو یعنی شخص بود میخواست. بعد از این میگوید لیکتب، لیکتب. پس این لی لام را، این لام را لام امرش میگویند. در کتاب بیدان خواندگی بودیم و در صرف میر همچنین خوانده بودیم که این لام در اول فعل مضارع میدروید و فعل مضارع را جزم میکند، و فعل مضارع را جزم میکند. و این در 14 صیغه فعل مضارع در 8 تایش میدروید، در 8 تایش میدروید. یعنی در 6 تای غایب، در 2 تای متکلم، در 6 تاش میدروید. اینا در بیدان با تفصیل خواندگی بودیم. پس در بیدان وقتی ترجمه میکردیم که لیکتب یا مثلا در لیضرب بود، ترجمه میکردیم گوتا بزند، گوتا بزند لیضرب. این لیکتب رو اگر به مثل بیدان ترجمه کنیم پس میگیم که گوتا بنویسد، یعنی بگو تو تا اینکه وای مرد بنویسد. از این حساب این را میگوین امری غائب، یا را میگن امری بالام. دقت دادید؟ امری بالام یا امری غایبش میگوین. پس در صرف میری را خواندیم.
با موافق ترجمه صرفی میر لیکتب یعنی باید بنویسد و یک مرد. لی را باید ترجمه میکنید، لیکتب یعنی باید بنویسد و یک مرد. پس این فعلی امر است، امری بالامش میگن یا امری غایبش میگن. لیکتب. بعد از این میگه لیقرأ. لیقرأ یعنی گوتا بخواند و یک مرد، یا لیقرأ باید بخواند و یک مرد. این دو ترجمه را میشود هر دوش ترجمه کنید. گوتا، این اصلا گوتا بزند و گوتا بخواند و یک مرد، این اکنون فارسی های قدیم است. گوتا این فارسی های قدیم است. اما حال آسانتر و سهلتر و بر فایده بگیم با مردم استفاده می بردگیش باید ترجمهش کنید میشود. لیقرأ باید بخواند، فعل امری بالام هست، امری غایبه. بعد از این میگه عاش. عاش یعنی زندگی کرد و یک مرد در زمان گذشته، فعل ماضی است. این یا دلالت میکند که از باب یفعلو است. پس میگه که یعیشو یعنی زندگی میکند و یک مرد در زمان آینده، و مصدرش میشود عیشون. عیشون یعنی زندگی کردن، عیش یعنی که زندگی کردن. پس عاش یعیشو این از باب ضرب یضربو است، از باب ضرب یضربو است و ناقص و این اجوف است. این اجوف است، اجوفی یایی است، به مثل باع یبیعو. باع گفته بودیم که در اصل بیع بود، پس عاشه در اصل عیشه است. این الفی که میبینید این الف در اصل چی است؟ این الف در اصل یا است، عیشه است. اما یای متحرک مقابل مفتوح رو قلب الف کردیم شد عاشه. پس یعیشو به مثل یضربو است، اصل یعیشو است، یا را حرکتش در عین دادیم شد یعیشو، زندگی میکند. پس این اجوفی یایی از باب ضرب یضربو است. بعد از این میگه شکا. شکا یعنی شکایت کرد، شکا شکایت کرد، فعل ماضی. فعل مضارعش میشود یشکو، از باب یفعلو است. یشکو یعنی شکایت میکند، و مصدرش میشود شکایتون، شکایت کردن. شکایتون یعنی شکایت کردن. پس شکا یشکو از باب نصر ینصرو است، از باب نصر ینصرو، از یکم باب 22 باب صرفی است، از باب نصر ینصرو. اما این ناقصی واوی است، به مثل دعا یدعو است. شکا در اصل شکوه بود، شکوه. این الفی که میبینید اصلش واو بود، شکوه بود. واو متحرک مقابل مفتوح رو قلب الف کردیم شد شکا. یشکو در اصل یشکوو بود، واو حرکت چه گرفتیم شد یشکو. چطوره که در صرف میر دعا یدعو رو بیان کرده بودیم، به مثل همون دعا یدعو هست. اکنون شکا یشکو از باب نصر ینصرو و ناقصی واوی است، به مثل دعا یدعو. بعد از این میگه ان یعنی که نالش کرد، ان نالش کرد یا ناله کرد، یا میتونیم آه کشید. ان نالش کردن، ناله کردن، آه کشیدن. ان نالش کرد و یک مرد در زمان گذشته. و فعل مضارعش میشه یئنو. یئنو یعنی که نالش میکند، ناله میکند. مصدرش میشود انینون. انینون یعنی که ناله کردن، نالش کردن، آه کشیدن. این مصدر است. اکنون ان یئنو از باب ضرب یضربو است، از باب ضرب یضربو است و محموز و مضاعف هست. محموز است که همزه دارد ان، و مضاعف است که دو حرف اخیرش از یک جنس است. از این حسابی را میگیم که ان محموز و مضاعف هست. ان در اصل چی بود؟ اننه بود، و مثل ضربه. پس نون یکم رو حرکتش رو گرفتیم برای ادغام کردن، نون یکم رو در دویم ادغام کردیم شد ان. ان پس میگیم ان به مثل ضربه است، بر وزن فعله اصلش رو میگیم. یئنو در اصل یأنینو بود، یأنینو. چطوره که در فر یفر رو گفته بودیم، یفر رو در اصل یفریرو بود.
یعنو در اصل یعنینو است. نون یکم رو حرکتش رو در حمزه میتیم و نون یکم رو در نون دویم ادغام میکنه، میشه و یعنو. یعنو ناله میکند. پس ان یعنو محموز و مضاعف از باب ضرب یضربو هست. از باب ضرب یضرب، از دویم باب 22 باب صرفی. بعد از این میگوید اشاره الی. اشاره الی یعنی اشاره کرد به، اشاره کرد به سوی، اشاره کرد به طرفی. اشاره کرد و یک مرد در زمان گذشته فعل ماضی است و فعل مضارعش میشود یشیرو، یعنی که اشاره میکند و یک مرد در زمان آینده. پس مصدرش میشود اشارتن. اشاره یشیرو اشارتن. اشارتن یعنی اشاره کردن. پس اشاره در اصل چی است؟ اشاره در اصل اشیره است. اشیه. این الفی که میبینه در اشاره، این الف در اصل یا است. اشیره و مثل اکرمه از باب هفتم است و یای متحرک ما قبل یا را حرکتش را اشیه، یا را حرکتش را در شین دادیم زیرا که شین ساکن بود، شد اشیره شد. یا در محل در معرضی حرکت ما قبل مفتوح رو قلب الف کردیم، شد اشاره و فعل مضارع می شود یشیرو. در اصل یوش ییرو بود و مثل یکریمو حرکت یا را در شین دادیم، شد یشیرو. پس این اعلال صرفیش است، از باب هفتم است و این اجوفی یایی است. اشاره یشیرو اجوفی یایی است. پس این هست کلمه های نوی درس 54. با همین کلمه های نوی درس 54 به آخر رسید. پس میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 54. صاحب کتاب میگوید در حوار که كانت الدجاجة في الحضرة كانت تعيش سعيدة مع الدجاجة والديك. میگد که بود مرغ فی الحضیرة در هلچه، بود مرغ در هلچه. کانت تعیش سعیدتا بود زندگی میکرد خوشبختانه خرسند، مع الدجاجة و دیکی، مع الدجاج و دیکی همراهی مرغها و خروس. دجاج وقتی تشه که بگیریم دجاجتو یک مرغ، دجاجی که شد جمع می شود. مع دجاج و دیک یعنی همراه مرغها و خروس، یعنی زندگی می کردن بسیاری. پس کانت از افعال ناقصه است. اسم کانت الدجاجتو است. کانت ت در آمد ببین برای الدجاجتو مؤنث است. فی الحضرة جار و مجرور متعلق به کائنا خبری کانت است. کانت دویم همچنین فعل ماضی از افعال ناقصه است. اسم کانت هی است، برمیگردد به الدجاجتو. کانت الدجاجتو یعنی تعیش فعل مضارع مرفوع علامت رفع الضمه الظاهره فی محل نصب، در محل نصب میگیم خبری کانت است. خبری کانت است. تعیشو فعل مضارع است، فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هی با برمیگردد به دجاجتو، یعنی زندگی میکرد مرغ سعیدتن. این سعیدتن حال است از مرغ، یعنی حال مرغ همین است که نیکبخت و خوشبخت بود، خرسند بود، در حال خرسندی. مع الدجاج مع ظرف است، الدجاج مضاف الیه و دیکی و واو عاطفه، الدیکی معطوف در جای الدجاجی است. پس این هست تحلیل این. سعیدتن دجاجه که مؤنث است، سعیدتن ببینید حال رو ما مؤنث آوردیم. بعد از این میگوید و ذات مرتین مرضت الدجاجة و كانت تقول انا مريضة. میگوید که و ذات مرتین و یک بار میگوید مرضت الدجاجة بیمار شد مرغ، فکانت تقول پس بود و میگفت انا مریضة، میگو وای من بیمار هستم. دقت دادید؟ و ذات مرتین یعنی یک بار، مریضت الدجاجة بیمار شد مرغ،
مریضه فعل ماضی، دجاجتو فاعل مریضت، از این حساب ته تانیث در اومد. فکانت پس بود همون مرغ، کانت از افعال ناقصه اسمش اسم کانت هیه برمیگرده به الدجاجتو. تقول جمله فعلی خبری کانت می شود. آه آه انا مریضتون، این آه آه این را میگن کلمت تعوجی. این آه معناش کلمت تعوج هست در زبان عربی، کلمت تعوج. یا همچنین میگن کلمت تحزن یا کلمت شکایتیش هم میگوین. این آه یعنی تعوج. پس این سه کلمه که آوردیم اینها را معناشون چی است؟ کلمت تعوج یعنی کلمه که یک انسان از روی درد زیاد آه آه میگد، اینا میگن کلمت تعوج، یعنی کلمه که در حالت درد از انسان بیرون میشود. این یکم. وقتی میگیم کلمت تحزن یعنی کلمه که در حالت غمگینی از غم زیاد از انسان نالش و صدا بیرون میشود، این را همچنین کلمت تحزن. و کلمت شکایش هم میگویند یک انسان ناچار میشود شکایت کردنی میشود، پس به زبان فصیح و واضح نمیگد که من بیمار هستم و شکایتش رو به این طریق صدا برآوردن بیان میکند که آه آه میگه، مثلا میفهمی که میادم چی است؟ بیمار هست. اکنون آه این کلمت تعوج یا کلمت تحزن یا کلمت شکایه، هر دوش اینها انا مبتدا مریضتون خبر میشود. اکنون پس جمله انا مریضتون جمله اسمی در محل نصب مفعول به تقولو میشود. تقولو را فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هی برمیگرده به دجاجتو، میگفت همون مرغ. بعد از میگه و قال دیکو و گفت خروس، خروس گفت فعل و فاعل. انا ابحث لکی عن طبیب، گفت من جستجو میکنم برای تو طبیب را. دیدید ان رو ترجمه نکردیم، در بالا گفتیم که ان برای تعدیه میآید، پس طبیب رو مفعول به ابحثو میگیریم. میگه من جستجو میکنم برای تو طبیب را. پس میگه سمع الثعلب کلام الدیک مع الدجاجة ففرح وقال انا اعمل حیلة وادخل الحضرة وآكل الدجاجة وآكل الدیک. میگوید که سمع الثعلب، سمع الثعلب یعنی شنید روباه، گپی خروز شنید که خروز گفت که من میرم طبیب جستجو میکنم. میگه شنید روباه کلام الدیکی سخن خروس را، مع الدجاجتی همراه مرغ، یعنی که خروس با مرغ که گپ میزد همون را شنید. ففرح پس خرسان شد. کی خرسان شد؟ ثعلب، فاعل فعله هو است برمیگه به ثعلب. ثعلب خرسان شد. و قال و ثعلب گفت که انا اعمل حیلة، یعنی من حیله را انجام میدهم. و من اعمل حیلة یعنی حیله را انجام میدهم. و ادخل الحضرة و میدرایم در هلچه، هلچه دا میدرایم یعنی که خانه مرغا دا میدرایم. و آکل الدجاجة، ربا گفت که من میخورم مرغ را. و آکل الدیک و میخورم خروس را. دقت دید سمع فعل ماضی، ثعلب فاعل سمع، کلام مفعول به سمع، کلام مضاف، الدیک مضاف الیه، مع الدجاجة این ظرف و مضاف، الدجاجة مضاف الیه. ففرح، فرح فعل ماضی فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگرده به ثعلب، پس خرسان شد ثعلب، خرسان شد روباه. و قال، قال را باز فاعلش هو برمیگرده به ثعلب. و گفت روباه انا اعملو، گفت من یعنی روباه میگوید که من اعملو حیلتن، حیله را انجام میدهم. اعملو را فعل مضارع است و فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انا هست، یا انا دیگه در تحت این اعملو پنهان است. حیلتن مفعول به اعملو است. و ادخلو، ادخلو یعنی داخل میشوم. ادخلو فعل مضارع فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انا، ادخلو انا داخل میشوم من. الحضرة مفعول به ادخلو یعنی داخل میشوم در هلچه. و آکل الدجاجة، آکلو در اصل اکلو بود، اکلو و مثل انصرو از باب اکل اکلو از باب نصر ینصرو است. پس
اکلو بود، دو همزه بود، همزه دوم ساکن، همزه یکم متحرک فتحه داشت، همزه دوم ساکن رو موافق به همزه یکم قلبش کردیم شد آ. پس میگیم آکلو، میخورم من. فعل مضارع فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انا، اد جزئیات مفعول به، و آکلو همچنین فعل مضارع فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انا، ادیکا. دیکا یعنی کی؟ خروس را. پس دیکا مفعول به است، باید چی باشد؟ باید منصوب باشد، یعنی فتحه داشته باشد. پس میگیم آکلو دیکا، دیکا مفعول به است. بعد از این میگوید که لبس الثعلب ثياب طبيب ومشى يقول أنا طبيب أنا طبيب أنا أعالج المرضى من كان يريد العلاج فليدعني أنا طبيب ماهر. خب خروس میگوید که لبس الثعلب یعنی پوشید، لبس پوشید، الثعلب روباه، ثياب طبيب یعنی لباس های دکتر را. اینجا دم نکره ترجمهش میکنیم، دکتر را، لباس ها، پوشاک های دکتر را. و مشى یقول، و میرفت میگفت، و مشى یقول و میرفت میگفت انا طبیب انا طبیب، من طبیب هستم، من پزشک هستم، یا من دکتر هستم. این کلمه را میگه تکرار میکرد و میگو انا اعالج المرضى، میگه که من معالجه میکنم، یعنی طبابت میکنم، درمان میکنم، المرضى بیمارها را. مرضا جمعی مریض است، مریضون یک بیمار، مرضا بیمارها، بیمارها را. من کان یرید العلاج، هر کسی که بود میخواست طبابت را، علاج یعنی طبابت کردن را، فلیدعونی، پس باید فریاد کند من را. انا طبیب ماهرون، میگه گفت که من پزشکی ماهر هستم، پزشکی حاذق هستم، پزشکی با مهارت و بسیار با تجربه هستم. اکنون لبسه فعل ماضی، الثعلب فاعل لبسه، ثياب مفعول به لبسه، ثياب مضاف، طبيب مضاف الیه، و مشى فعل ماضی فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به ثعلب. یقول فعل مضارع فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به ثعلب. انا طبیب مبتدا و خبر، انا طبیب همچنین مبتدا و خبر، انا مبتدا، اعالج جمله فعل مضارع جمله فعلی در محل رفع خبر انا خبر مبتدا، اعالج فعل مضارع فاعلش ضمیر مستتر تقدیر انا، المرضى مفعول به منصوب و علامت نصبه الفتحة المقدره منع من ظهورها التعذر. اینجا میگیم تعذر، زیرا که هیچ امکانیتی آشکار کردن فتحه را در اینجا نداریم. مرضا الف است، این الف حرکت قبول کردن نمیتونه، پس میگیم تعذر، فعل مضارع منصوب و علامت نصبه الفتحة المقدره منع من ظهورها التعذر. بعد از این میگه من کان یرید العلاج فلیدعونی، هر کسی که بود میخواست علاج را پس فریاد کند من را. پس من اینجا در من استفهامیه مبتدا، کان جمله فعل ناقص در محل رفع خبر من میشود، خبر مبتدا. کان فعل ماضی، یریدو فعل مضارع، کان فعل ماضی ناقص از اخوات کان و اسم کان ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به من. یریدو جمله فعلی در محل نصب خبر کان می شود. یریدو فعل مضارع فاعلش ضمیر مستتر تقدیر هو برمیگردد به من، العلاج مفعول به یریدو است. فلیدعونی، پس فریاد کند من را. این لامی که میبینید ساکن فل، این لام همون لامی که در بالا گفتیمش که لیقرأ، لیکتب، لیضرب در بدان خونده، ببین همون لام امر است. این لام امر در اول کلمه بیاید کسره میگیرد، حرکت میگیرد، و وقتی که در بین جمله بیاید ساکن میشود، پیش از خودش و بیاید ف بیاید ساکن میشود، چطوره که شما دیده استادید. فل یدعونی، پس فریاد کند من را. فعل این لام لامی امر است، یدعو فعل مضارع مجزوم و علامت جزمی حذف واو است،
اینجا یدعو وو یا وو بود بین بعدی حرف عین، اون وو حذف شد. این نونی که میبینید نون وقایه است. درس گذشته بیانش کرده بودیم. در فعل می‌دراید این نون وقایه برای فعل حفظ کند از کسره شدن، زیرا اینکه این یا مفعول بهی است. این یا طلب میکند چرا؟ موقع به خودش کسره رو. از این حساب نون میاریم، نون کسره میتیم، نه اینکه عین را. اگر نون نیاریم این یا را بیاریم پس مجبوریم که بگیم فل ید عی. این غلط است در زبان عربی. این نون را میاریم تا اینکه عین آخری فعل مضارع را کسره نکنیم. این یا در محل نصب مفعول بهی است. و فاعل یدعو ضمیر مستتر تقدیر هو است. پس باید فریاد کند من رو همون شخص. انا طبیب ماهرون. انا مبتدا، طبیبون خبر، ماهرون صفت طبیب. بعد از این میگه قال دیکو، گفت خروس. قال دیکو یعنی گفت خروس، فعل و فاعل. بعدش میگه من فضلك یا طبیب تعال بسرعة عندنا مريضة في البيت هي تشكو و تئن. میگه که من فضلك یعنی لطفاً یا از روی مهربانیت، ای طبیب، ای پزشک، ای دکتر، تعال بسرعة عندنا، بیا زود ده. تعال بسرعة یعنی بیا تیز ده، زود ده. عندنا مريضة ما داریم بیماره، یا نزد ماست بیماره، کسلیه. فی البیت در خانه، هی تشکو و شکایت میکند، یعنی همون بیمار شکایت میکند. و تئنو و ناله میکند، نالش میکند، آه و داد میگوید. اکنون من فضلک یا طبیبو یا حرف ندا، طبیبو منادا مرفوع مبنی علی الضم فی محل نصب. تعال فعل امر است، فاعلش ضمیر مستتر انت. بسرعة عندنا، عند ظرف است، عند مضاف نا مضاف الیه. مریضة این عندنا این ظرف متعلقش کائنون خبر مقدم، مریضة مبتدا مؤخر است. فی البیت در خانه، فی البیت جار و مجرور. هی تشکو، هی مبتدا، تشکو جمله فعلی در محل خبر هی، خبر تشکو، خبر هی جمله فعلی. تشکو فاعلش ضمیر مستتر هی برمیگردد به مریضتون، یعنی هی تشکو وی شکایت میکنه، همین بیمار شکایت میکند. و تئنو و نالوش و ناله میکند. بعد از این میگوید قال ثعلب این البیت، قال دیکو ها هو البیت غیر بعید و اشار الى حضیرته. میگه گفت روباه، قال ثعلب یعنی گفت روباه، این البیت در کجاست خانه، یعنی خانه تو در کجا است. قال دیکو گفت خروس، ها هو البیت انا همان خانه یا من همان خانه، غیر بعید دور نیست. و اشار الى حضیرته و اشاره کرد به سوی هلچه‌اش، به سوی خانه اش. بعد از این میگه سار دیکو مع الطبیب و عندما وصل الى الحضیرة عرف انه لیس بطبیب و انه الثعلب. میگه که ساره سیر کرد یعنی رفت خروس همراه طبیب یعنی همراه روبای شیطان مکار. و عندما وصل الى الحضیرة و زمانی که عندما در اینجا زمانی که وقتی که، عندما یعنی فی وقت الذی در وقتی که، وصل الى الحضیرة رسیدن به نزد هلچه، عرف انه لیس بطبیب دانست که وی طبیب نیست. و انه الثعلب و هر آینه وی روباه است. دقت دادید؟ میگه که ساره دیکو، ساره فعل ماضی، دیکو فاعل ساره، مع طبیبی ظرف و مضاف الیه. و عندما این ظرف است، ما موصول است. اینده در اینجا به معنای وقت آمده است. این وقت فی وقت الذی یعنی در وقتی که، وصله جمله فعلی صله ما موصوله میشد. این ما موصوله است. وصله بهتر و خوبترش میشد میگفت که وصلا، عندما وصلا الى الحضیرة،
اگر این طور میگفت پس میشد وقتی که رسیدن هر دویشون، یعنی خروس با همون طبیبی، یعنی با همون روباه، با همون طبیب رسیدن هر دویشون به نزد هلچه، این طور میگفت بهتر و خوبتر بود. اما موصله گفته است وقتی که رسید و یک است، فاعل رو ضمیر مستتر رو هو برمیگردد مثلا به دیک، یعنی وقتی که رسید خروس، یا میتونه بگم وقتی که رسید طبیب الى الحضیرتی، به نزد حضیره، عرفه دانست، در اینجا کی دانست؟ عرفه را فاعلش هو است، ضمیر مستتر برمیگردد به دیک، یعنی خروس فهمید، خروس شناختک، خروس دانسته که انه لیس بطبیب، هر آینه وی، یعنی همون طبیبی که آورده سی، لیس بطبیب، طبیب نیست، و انه ثعلب، و هر آینه وی روباه است. این را کی فهمید؟ عرفه را فاعلش با دیک برمیگردونیم. بعدش میگوید دخل الدیک بسرعت و اغلق الباب و قال انا رأيت ذیلک انت الثعلب المکار، انت الثعلب المکار. میگوید که دخل الدیک بسرعت، داخل شد، یعنی در آمد خروس تیز ده، و اغلق الباب، و پوشید محکم کرد در را، و قال و گفت انا رأيت ذیلک، من دیدم دنب تو را، دنب تو را دیدم. انت الثعلب المکار، گفت تو روبای فریبگر هستی، انت الثعلب المکار، تو روبای مکار هستی. دقت دادید؟ بعدش میگه که عرف الدیک حیلت الثعلب المکاری، میگه دانست یا فهمید دیک خروس حیله روباه مکار را، فهمید خروس حیله روباه مکار را. عرفه فعل ماضی، الدیک فاعل عرفه، حیلته مفعول به عرفه، حیلته مضاف، الثعلبی مضاف الیه، المکاری صفتی الثعلب، صفتی ثعلب هست. پس این هست درس 54 از کتاب تعلیم زبان عربی، و در اینجا این درس را به پایان میرسانم تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر کجایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.